سلام، وقت همگی به خیر. رفقا، یکی از نتایج پاره شدن عبای ولایت میدونید چیه؟ اینه که دیگه هیچ غلطی نمیتونه پشتش بکنه. یعنی دیگه جایی واسه پنهونکاری وجود نداره. امشب میخوان یه نمونهشو ببریم زیر ذره‌بین موشکافی. سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به واقعه تلخ اسیدپاشی در اصفهان تاکید کرد عامل یا عاملان این جنایت باید به سرعت شناسایی شوند تا قوه قضاییه بتواند با نهایت سرعت آنان را به اشد مجازات برساند. این که میبینید اجه یه گوشخوار فیگور حقوق بشری گرفته علت داره. علتش هم اینه که جنایت آخوندا تو اصفهان مثل آوار خراب شده رو عمامشون و اسید برگشته تو سر و ریش خودشون. ببینید تو ورق‌پاره های حکومتی چه قشقرقی به پا شده. ماجرای اسیدپاشی چه بود و چرا در کوتاه زمانی با این حجم وسیع و با این شایعات گسترده در جامعه منتشر شد و آرامش روانی جامعه را مختل کرد؟ برخی از زنجیره‌ای‌های داخلی مثل سربازانی که حکم آتش گرفته باشند به تأسی از فرماندهان خارجی به تیترسازی و گزارش پردازی پرداختند. با این همه هجمه عجیب رسانه‌ای باید پذیرفت که موضوع یک حادثه ساده نیست که در لابلای حوادث دیگر پیگیری شود، بلکه یک مسئله خطیر ملی و حیثیتی است. منظور شریعت نداری از زنجیره‌ای ورق‌پاره های باند کوسه است. میگه شما که خودتون دستتون تو کاره چرا قضیه رو باد میزنید؟ میگه این آتیشیه که اگه گر بگیره هممون توش جزقاله میشیم. ورق‌پاره بسیجیا همین حرفو یه هوا روشن‌تر میزنه. میتوان اهداف پنهانی این فضاسازی جهتدار را اینگونه بیان کرد: تخریب نیروهای مؤمن و انقلابی یکی از اهداف راهبردی جریان هواخواه لیبرالیسم در حادثه اسیدپاشی است. هزینه‌زایی برای نظام و فشار به حاکمیت اسلامی هم در این بازی تبلیغاتی رسانه‌ای پیش بینی شده است. این هزینه‌زایی واسه نظام یه دلیل دیگه ای داره آجی. دلیلش گاو دوقلوزای ولایته. اینه که هزینه‌زا شده. بهش بگو بدبخت، اون زمان که داشتی زهر رو مینداختی بالا حواست به اینجا نبود. حواست نبود که شکاف وا میشه و دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا از اون طرف باند کوسه رو ببینید که میخواد از فرصت استفاده کنه و از این نمد یه ریشی واسه کوسه دست و پا کنه. این 4 جنایت به دلیل وحدت زمانی و مکانی با یکدیگر کاملا مرتبط بوده و میتوان آنها را در شمار جرایم سازمان یافته قرار داد. به این ترتیب که عده‌ای با انگیزه و هدف و طرح مشترک اقدامات مشترک مجرمانه ای را انجام دادند. به جای جرایم سازمان یافته و اقدام مشترک و این اباطیل، ده بگو کار بسیج اوباش حکومتیه و خلاصمون کن دیگه. وقتی از همه طرف به آخوندا فشار میاد، وقتی زهر بالا میزنه و از اون طرف وضعیت منطقه‌ای عظما رو آب لمبو میکنه، طبیعیه که اینجوری میشه. حالا دیگه زهری که تو خون عظماست اسیدی هم شده. این دیگه خیلی میسوزونه، نابود میکنه. اونم چه نابودی. با آقای موشکار